پس از گذشت بیش از 3 هفته از ایجاد کمیته 9 نفری از بهر کار روی بازگشایی مکتب‌ها برای دختران می‌گذرد، اما هنوز روشن نیست که کار این کمیته به کجا رسیده و چه زمان دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب‌ها را پیدا می‌کنند. با این حال امارت اسلامی در این باره بیشتر جزئیات ارائه نمی‌دهد. تا هنوز چیزی نیست و ما با اعلامیه وزارت معارف که قبلا پخش شده بود اکتفا میکنیم. در همین حال معاون وزارت خارجه در دیدار با مسئول نهاد نجات از کودکان گفته است که مسائل آموزش و بهداشت برای کودکان در اولویت کاری حکومت سرپرست قرار دارد. تا زمانی که اراده جدی توأم با باورمندی به حق مشارکت، حرمتگذاری به حقوق زنان و درک اهمیت والای آموزش زنان و پرورش زنان در جامعه افغانستان وجود نداشته باشه، قطعا یک چنین ساختارها نمیتونه مفید و ممت واقع شود. معاون سیاسی وزارت خارجه در حال از اولویت برای آموزش سخن میزند که بیش از این وزارت معارف گفته است که مسئله رفتن دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم بستگی به تصمیم رهبر حکومت سرپرست دارد. نباید با آینده دختران کشوربازی صورت بگیرد. لطفاً دروازه های مکاتب بالاتر از صنف 6 برای دختران باز کنین. با این حال یونیسف یا صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد گفته است که تا پایان سال جاری میلادی 15,000 صنف آموزشی اجتماعی را برای کودکان در سرتاسر افغانستان برگزار خواهد کرد.